امروز در شهر دوشنبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر شورای دولتی جمهوری مردمی چین لی کیتسیان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شکرجان ظهورов، سروزیر مملکت قاهر رسولزاده، راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحمان آزاده امامعلی و رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی برای آغاز کارهای ساختمانی در بناهای پارلمان و حکومت جمهوری تاجیکستان سنگ اساس گذاشتند. ساختمان بناها در دایره همکاری سودمند تاجیکستان و چین در اساس دستگیری بی‌غرضانه مالیوی این دو کشور دوست و همسایه با مبلغ 1.5 میلیارد یوان خطایی عملی کرده می شود. بعد گذاشتن سنگ اساس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و لی کیتسیان با لایحه‌های ساختمان بناهای پارلمان و حکومت تاجیکستان شناس شدند. اطلاع داده شد که بنای پارلمان در شفت خیابانی رودکی بنیاد شده، در قسم پیشی آن با گلگشت با فواره‌ها، راه و پیراهه‌ها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی 49.7 متر با نظرداشت گنبد 70 متر را تشکیل می‌دهد. مساحت عمومی بنای پارلمان 42874 متر مربع میباشد. در آشیانه‌های بنای پارلمان تالار مجلس‌های یکجایه برای 1500 جای نشست، مجلسگاه‌های پالاتای بالایی و پایانی در هر کدام با 250 جای نشست، تالار قبول مهمانان عالی قدر، مرکز تکنولوژیا و کمونیکاسیاهای اطلاعاتی، مرکز طبی، کتابخانه، تالار برای کنفرانس‌های مطبوعاتی با 350 جای نشست و دیگر حجره‌های کاری و یاری رسان جایگیر کرده شده است. بنای حکومت جمهوری تاجیکستان در قسم مرکزی شهر دوشنبه در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیل سامانی جایگیر می شود. مساحت قطعه زمین مجموعه حکومت جمهوری تاجیکستان 10 از 127 گکتار را تشکیل داده، در آن بنای 15 آشیانه حکومت، 2 بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزدی حکومت، گلگشت با راه و پیراهه‌ها بنیاد می‌گردد. در آشیانه‌های بنای حکومت تالار برای جلسه‌های حکومت با 150 جای نشست، تالارهای دارای 50 و 80 جای نشست، حجره کاری، تالار کلان با 1000 جای نشست، 3 مجلسگاه، حجره‌های قبول شهروندان، مطبعه، بایگانی، آشخانه و دیگر حجره‌ها ساخته می شود. بلندی عمومی بنای مرکزی 91 از 5 متر را تشکیل می دهد. در لایحه‌های بنیاد بناهای پارلمان و حکومت جمهوری تاجیکستان نمای آنها با استفاده عنصرهای ملی با صنعت بلند معماری معاصر تهیه شده، با اسلوب خاص با نقش و نگار موافق ساخته می شود. آرایش حجره‌ها، تالارهای مجلسگذرانی و پیشتالارها با نقش نگاری ملی، گچکاری، کندکاری، شیشه‌بندی و با سنگ‌های طبیعی آرایش داده می شود. بعد شناسایی با لایحه‌های ساختمان بناهای پارلمان و حکومت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساختمانچیان را به اجرای کارهای با صفت هدایت کردند.